نمایشگاه که هست همه ساله در فصل جمع آوری گل زعفران به خاطر تشویق دهاقین و به خاطر معرفی زعفران هرات به دنیا این برگزار میشه و این نمایشگاه که هست ما را خیلی خوشنودیم که این برگزار میشه و با دوستا خود بازدید داریم و کسایی میایم از این غرفه های ما دیدن میکنم و زعفران ما به جهان معرفی میشه. زعفران فایزی از گفتیم که تقریبا از سال 2008 اینا داره کار میکنه. زیربناهای زیادی در این قسمت اختصاص شده، هزینه زیادی شده. فرض مثال برنامه‌هایی داره که حتی گفتیم که ما آل شاید من نتونم که دقیق بدون کامل دیگه شرکت، ولی ما فعلا شرکت هستیم که داریم از الف تا یا، یعنی از کش تا برداشت تا پروسس تا با پکیج خود با منحصر به فرد اینو صادر میکنیم به کشورهای خارجی زعفران فایزی به خاطر مارکتینگ بازار خارجی. آرزوی من همین بود که من بتونم زمینه کار به خانم‌ها مساعد بسازم، چون که من خودی معروض که همکار بودم بعداً میدیدم همین 80% مربوط به کار خانم‌ها میشه. خانم‌ها همین گل پروسس میکنن، بس بندی میکنن، میچینن، خوش میکنن. این درآمد به کسی مردا میره. حالا شخصا خود یک خانم میتونه درآمد به کسی خودی بره، مصرف خانواده خود، مصرف اولاد خود بکنه. دیگه خیلی من خود علاقه‌مندی من زیادتره که بتونه خانم‌های بیشتر میتونه انجمن‌های بیشتری روی به زعفران، کشت زعفران روی آورم کار کنه. د زعفرانو په برخه کې په عمومي سطح د هرات ولایت تقریبا 40,000 کسان د حقین په دې باندې مصروف دي چې لاس بکار دي او نسبت د تیر کال زعفران د آینده کال دا ښه دي چې په تیر کال کې تر 40 تنه زعفرانو تولید وشو او د شش کال ان شاء الله تر 10 تنه هم زیاته امید شته. او ځکه چې کوم د زعفرانو تر کښت لاندې ده هغه 8000 هکتار ځمکه د زعفرانو تر کښت لاندې ده. الحمدلله آینده کې امید شته چې لا به زیات شي ځکه چې ټول د هرات ملت وګړي ته متوجه دي چې زعفرانو کې قیمت یې هم ښه لوړ دی نسبت تر پخوا اوس په ډېر ښه قیمت دی. خوشبختانه گیاه زعفران که جاگزین کوکنار می باشه در این سالا نتایج خوب گرفته شده. با اساس تسهیلاتی که برای فراهم شده امسال در حدود 21684 کیلو زعفران به ارزش 21,561,000 دلار به کشور خارج صادر شده که عموما بیشتر زیاد از به کشور هندوستان، عربستان سعودی، کانادا و همچنان اسپانیا صادر شده و نتایج ثمر بخش داشته ان شاء الله. خب تا فعلا هنوز ما نمیتونیم مشخص کنیم که تولید ما به چه اندازه رسیده. ان شاء الله که به اون صورت کاهش نداریم و در پلوی از اینکه کاهش ما اگر کمتر هست امسال زمین زیادی به تحت کشت زعفران رفته به خاطری که قیمت پیاز پایین آمده بوده، ارزان بوده، دیاقین زیاد تونستن کشت زیادی بکنم. به اون صورت کمبودات نداریم ان شاء الله. کمتر کاهش داشتیم ولی به اون صورت که مشکلی باشه نداریم ان شاء الله.